اسم من سماه. داستان زندگی من مدتها تیتر روزنامه ها بود. تو این سالها من داستان زندگیمو بارها و بارها از زبون کسایی که نه منو میشناختن نه منو دیده بودن شنیدم. هر بار یک مدل. دیگه عادت کردم. با صورت متعجب به تعریفاشون گوش میکنم و میگم عجب آدمایی پیدا میشن. حقیقت ماجرا رو براتون تعریف میکنم. البته به خاطر یک سری مسائل مجبورم داستانو جوری تعریف کنم که کسی شناخته نشه. من نزدیک 40 سال پیش تو یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدم. مادرم اسممو سما گذاشت. همیشه به من میگفت تو سماع زندگی ما هستی. مامان بابام خیلی همدیگر رو دوست داشتن. من ندیدم کسی مثل بابام عاشق مامانم باشه. منم خیلی دوستش داشتم و اونم منو خیلی دوست داشت. با اینکه هر دو معلم بودن، تو یه سطح طبقاتی از نظر قیافه هیچ چیشون همسط نبود. بابام یک مرد کوتاه و سیاه با سر کچل، عوضش مامانم خوشگلیش زبون زد بود. با قد بلند، موهای بور، چشمهای آهویی. با اینکه حتی رژ لبم تو خونه نداشتیم، هر کی تو خیابون از بغلمون رد میشد برمیگشت مامانم رو نگاه میکرد. برای همین همیشه چادر مشکی سر میکرد و روشو کیپ تا کیپ میگرفت. واقعا نجیب بود. تمام احساس و خوشگلیش برای بابام بود. من ماهی یک شب از وقتی که یادم میومد میرفتم خونه مامان بزرگ بابا بزرگم که یک کوچه با ما فاصله داشت میموندم. احتمالاً برای اینکه مامان بابام با هم راحت خلوت کنن. 10 ساله بودم. یک پنجشنبه بابا بزرگم اومد دنبالم. همیشه خونه‌شون بهم خوش می‌گذشت. مخصوصاً زمستونا که ستایی زیر کرسی می‌خوابیدیم. اون شب یادم رفته بود کتابامو بردارم. به بابا بزرگ گفتم بیا بریم خونه کتابامو بیارم. بابا بزرگ گفت ول کن، فردا صبح میریم. با یک شب درس خوندن یا نخوندن چیزی ازت کم و زیاد نمیشه. فردا صبح خروسخون بابا بزرگمو مجبور کردم ببرتم خونه. بهانم کتابم بود، ولی در حقیقت میخواستم برم پیش مامان بابام. آخه هرچی اون شب زنگ زدم کسی جواب تلفنمو نداد. رفتیم. هرچی زنگ در رو زدیم کسی در رو باز نکرد. کلید داشتم، اما بابا بزرگ میگفت زنگ بزن بعد بریم تو. وقتی هیچ کس در رو باز نکرد کلید انداختم و رفتم تو. خونمون یه خونه قدیمی بود با یه حیاط نقلی. حیاط یک جوری شوم و ساکت بود. پرده ها کشیده شده بود. از همون دم در پاهام شروع کرد به لرزیدن. احساس کردم یه چیزی شده. بابا بزرگم هم همینطور بود. دیگه نگفت در بزن برو تو. صدای نفسهای نگرانشو میشنیدم. اول در پذیرایی رو باز کردم. همه چی مرتب بود. هیچ کس هم توش نبود. ولی یک بوی زد توی دماغم. بوی نمک و آهن. بوی خون تازه. داشتم بو میکشیدم که یکهو بابا بزرگم از ته حلقش یک صدای وحشتناکی داد و تا اومدم به جنبم با دستاش چشامو گرفت. به قدری دستاش میلرزید که از لابلای انگشتاش تونستم دوتا. اومدم توی حیاط. انقدر صبح جمعه‌ای جیغ زدم و کوبیدم به در که تمام همسایه ها جمع شدن. 2 از مردهای همسایه در رو شکستن رفتن تو. زیر بغل بابا بزرگم رو گرفتن و آوردن بیرون. قیافه هر ستاشون وحشت زده بود. من نمیدونستم چه اتفاقی افتاده. پلیس و عمومم از راه رسیدن. بعد از یک مدت که توی حیاط کس کرده بودم 2 جنازه رو توی کاور از خونه آوردن بیرون. همونجا فهمیدم بی مادر شدم. تا چند روز کسی هیچ توضیحی بهم نمیداد. بارها رفتم دادسرا، از منم بازجویی کردن. در مورد خانوادم روز قبل از حادثه، روابط مامان بابام، اما جواب سوالهامو نمیدادن. به قدری ماجرا همه جا پیچیده بود و روزنامه ها تیتر میزدن که بالاخره فهمیدم مامانم با ضربات چاقو کشته شده و بابامم تو پذیرایی به دار آویخته شده. میگفتن باباش اول مادرشو کشته بعد خودشو به دار آویخته. اما چرت میگفتن. امکان نداشت. بابام عاشق مامانم بود. هیچ اختلافی با هم نداشتن. هیچ وقت قبول نکردم که کار بابام بوده.
بقیه اعضای خانواده هم هیچ نظری نمیدادن. انگار تو شوک بودن. آخرش هم پرونده حل نشده موند و سالها طول کشید تا من راز اون شب رو فهمیدم. ولی فقط من تو تمام این دنیا حقیقت رو میدونم و به قدر این جریان رو دلم سنگینی کرده تو این سالها که باعث شد این داستان رو براتون تعریف کنم. بابا بزرگم وسایل خونه رو جمع کرد و خونه رو فروخت و با پولش یه تیکه زمین برام خرید. بقیه اموالم فروخت و به حساب بانکیم گذاشت. به قدری اون خونه برامون شوم بود که هیچ کدوممون راضی نبودیم بمونه. باورم نمیشد خونه‌ای که با عشق مامان بابام بود، جایی که توش بزرگ شده بودم، حالا تبدیل به جایی شده بود که من حتی از سر کوچه‌شم رد نمیشدم. من با مامان بزرگم زندگی میکردم. مامان بزرگم 1 ماه بعد از اون ماجرا شب خوابید و دیگه پا نشد. تو اون 1 ماه هم نه حرف زد نه گریه کرد. آخرشم دق کرد و من تنها موندم با بابا بزرگم. زنمون برامون گاهی غذا میفرستاد و تو کارها تا جایی که میشد کمکمون میکرد. بابا بزرگم اجازه نمیداد جایی برم. همیشه به عموم یواشکی میگفت دختر بچه خوشگل یتیم با میراثی که از باباش مونده طعمه خوبی برای بقیه است. باید مثل چشام مواظبش باشم. اما خدا بیامرز عمرش به دنیا نبود و 12 سالم بود که سکته کرد و از دنیا رفت. تو گیر و دادی که بابا بزرگ سکته کرده بود، یکی از آشناهامون اومد عیادتش. ماجرا رو وقتی فهمید، منم دید، همونجا منو برای پسر دومش خواستگاری کرد. حاج مرتضی 3 تا پسر داشت. پسر بزرگش ازدواج کرده بود. دومی برای طرح دکتراش خارج بود و معماری خونده بود. سومی هم ظاهرا دبیرستانی بود. 1 دخترم داشت که شوهر کرده بود. خانواده قدیمی و اصیلی بودن. بابا بزرگم خیلی قبولشون داشت. دورادور پسر دومی رو هم میشناخت. میگفت پسر خوب و کاریه. از من خیلی بزرگتر بود. فکر کنم نزدیکی‌های 30 سالش بود. اما بابا بزرگم با هم صحبت کرد، گفت نمیتونم مت بدمت دست هر کسی. 1 نفر باید مراقبت باشه. اینقدر گفت تا رضایت دادم سر سفره عقد بشینم. چون بابا بزرگم خیلی مریض بود. همه چی عجله‌ای شد. نه دوماد بود نه خاله هام. فقط از ما عموم بود. فرصت نشد فامیل از شهرستان بیان. دامادم بله رو تلفنی داد. بساط منم جمع کردن فرستادن خونه مادر شوهرم که یه آپارتمان 4 طبقه بود. همشون مال خودشون بود. 1 طبقه دست برادر شوهر بزرگه و جاریم بود که 2 تا دختر داشتن. اون 2 تا رو هم به هوای 2 تا پسر دیگه‌شون خالی گذاشته بودن. ولی وقتی من رفتم برادر کوچیکه رو از خونه انداختن بیرون و فرستادنش تو یکی از واحدهای خالی. فقط برای شام و ناهار می اومد پایین. برای همین بدجوری با هم چپ بود. از همون روز اول 1 کلامم با هم حرف نزد. اگر روبرو می شدیم چنان ترش می کرد که خدا می دونه. اما عوضش برادر شوهر بزرگم خیلی با هم خوب بود. اینقدر که حرص جاریم در می اومد. خیلی زود فهمیدم که مهران سوگلی مامان باباشه. مادر شوهرم بدتر از بابا بزرگم 1 لحظه هم ازم چشم بر نمی داشت و کم کم داشتم خوشگل می شدم. حتی خوشگلتر از مامانم. خیلی نگاها دنبالم بود. مجید هر وقت چشم زنش و مامانش رو دور میدید دست مینداخت دم موهامو از زیر روسری میگرفت یا به بهانه‌های مختلف دستمو میگرفت. 1-2 باری هم دست انداخت توی یقم سینه‌امو گرفت. با این کاراش به قدری معذب میشدم که گریم میگرفت. ولی اینقدر بچه بودم که جرئت نداشتم حرف بزنم. 1-2 باری هم به مامانش گوش کنایه زده بود که رفتید برای مهران دختر جوان خوشگل گرفتید. اون وقت زن من از من چند ماه بزرگتره. در صورتی که زنش بنده خدا هم خوشگل بود هم ریزنقش. ولی چشم شوهرش دنبال من بود. زنشم فهمیده بود. با کارها و حرفاش خونمو تو شیشه کرده بود. فهمیده بود ناراحت میشم. همش راجع به قتل مامان بابام حرف میزد و نظر میداد و تو جمع مسخرم میکرد. همینطور روزهام غریب و دلتنگ تو خونه غریبه ها میگذشت. 1 ماه بعد از ازدواجم بابا بزرگم فوت کرد. حتی نتونستم درست براش گریه کنم. روز دوم فوتش مادر شوهرم گفت چیه زانوی غم بغل گرفتی؟ مگه از اول نمیدونستی داره میمیره؟ از مهران هم هنوز هیچ خبری نبود. قرار بود 3-4 ماه بعد از ازدواجمون برگرده. ولی 9 ماه شده بود.
هنوز هیچ خبری ازش نبود. هر وقت خانواده‌اش زنگ می‌زدن بهانه‌های مختلف می‌آورد که فعلا نمیتونه برگرده. تنها دلخوشیم این بود که گذاشته بودن درسم و غیر حضوری ادامه بدم. بعدم همش احساس می‌کردم که یک نفر تو اون خونه خیلی هوامو داره و خرابکاری‌هامو لاپوشونی میکنه. تو ذهن بچگونم روح مامان بابامو می‌دیدم که ازم مراقبت میکنن. اما خیلی زود فهمیدم که محمد هوامو داره. درسته که تا منو میدید ترش میکرد، اما حواسش به هم بود و خرابکاریامو درست میکرد. تنها کسی که فهمید جاریم اذیتم میکنه اون بود. سعی میکرد تا جایی که کسی نفهمه جلوشو بگیره. کم کم داشتم بهش دل میبستم. 1 ماه بعد از تولد 13 سالگیم بالاخره مهران اومد. با توپ پرم اومد. یادم از چندین روز قبل سر تا پای خونه رو شسته بودیم. مادر شوهرم چند دست لباس نو برام گرفته بود و اتاق چیده شده بود. منم دل تو دلم نبود، بالاخره میخواستم مردی که 10 ماه بود زنش بودم و ببینم. ولی با اومدنش زد تو ذوق هممون. بعد سلامش گفت من این زنو نمیخوام. حتی 1 بارم تو صورتم نگاه نکرد که بگم ازم خوشش نیومده. دعوا شد، چه دعوایی. به باباش گفت اومدم طلاقش بدم برگردم ایتالیا. وسط دعوا فهمیدم از اول نمیخواسته براش زن بگیرن، ولی مادرش برای اینکه مجبورش کنه برگرده براش زن گرفته بود. اونم به زور تهدید این که دیگه براش پول نمیفرستن. مهرانم حسابی هممونو بازی داده بود. اینقدر صبر کرده بود تا درسش تموم شده بود و کار پیدا کرده بود. بعد اومده بود که منو طلاق بده. بعد دعوا ول کرد رفت. این وسط من آروم تو اتاق گریه میکردم. زندگیم خراب شده بود، ولی کسی حالمو نمیپرسید. همه درگیر حال خراب خودشون بودن. مهران خودش زنگ زد. عموم اومد. مهری هم زیاد نبود. از اونجایی که دخترم بودم نصفشو داد به عموم و طلاقم داد و رفت. به همین راحتی. جمعاً کل ماجرا 1 ماه نشد و من تو 13 سالگی برای اول بار بیوه شدم. 1 کورسوی امید داشتم این دفعه منو برای محمد بگیرن. خیلی احمق بودم. تو اون روزا که درگیر بودیم تنها کسی که خوشحال بود محمد بود. عموم مونده بود منو کجا ببره. 2 روزی برد خونشون، ولی قشنگ معلوم بود مزاحمم. اونم بین پسرم موهام همه معذب بودیم. سر روز 3 عموم اومد گفت یه خواستگار داری، اگه راضی باشی عقد کنی. گفتم کیه؟ گفت غریبه نیست. به قدری از بودنم تو خونش کلافه بودم که روم نمیشد نفس بکشم. گفتم هر کی و هر چی شما صلاح بدونید. ولی دروغ گفتم. مطمئن بودم محمد برای اینکه وقتی داشتم وسایلم از خونشون جمع می‌کردم دستمو گرفت و گفت هر جا بری من ازت نمیگذرم، میام دنبالت. این اولین بار بود که با من حرف میزد. جای عجیبش این بود که گفت به زنمون چیزی نگم. خیلی زود تو 1-2 روز چمدونامو برداشتم رفتیم محضر. اونجا همش منتظر بودم که محمد از در بیاد تو. تا عموم کارها رو کرد دامادم رسید. اول دیدم که مجید از در آمد تو. فکر کردم محمد دنبالش داره میاد. بعد دیدم خبری از کسی نیست. محضردارم تون بهش آقای داماد میگه. همونجور با دهن باز وایساده بودم نگاه میکردم. باورم نمیشد. تو شوک بودم. عمومم از شرمندگی نگاه میکرد. همه کارها رو تو سکوت انجام دادیم. مجید عقدم نکرد. صیغه 90 سال خون. گفت نمیخوام فامیلم و زنم چیزی بفهمن. عموم که لال فقط نگاش میکرد من بله رو ندادم. ولی محضردار گفت مبارکه. دیگه بعد از این ازدواج محمد به رویاها پیوسته بود. مجید آب میوه خرید. مال خودشو خورد. دید مال من دست نخورده مونده. مال منم خورد. با بستنی و ناهاری هم که گرفت همون کارو کرد. تا دید نمیخورم سهممم خورد. گاوی بود برای خودش. بعدم منو با ماشین برد جلوی یک مجتمع گفت خونمون اینجاست. یک دفعه دستش رو برد بین پام و یک فشاری داد. گفت زود باش بریم. انتظار این حرکت رو نداشتم. انقدر شوکه شده بودم که این قسمت ازدواج رو یادم رفته بود. دستم رو گرفت و کشون برد تا در خونه. در آپارتمان رو باز کرد. رفت تو. اینقدر هول بود که همونجا تو راهروی ورودی خونه جلوی در توالت منو انداخت زمین و کارشو کرد. بعدم گفت دختر تو 1 ساله که منو بیچاره کردی.
هر شب چشمامو می‌بستم و با منصوره می‌خوابیدم، اما تصور تو ذهنم بود. توی خاک تو سر مهران که از تو گذشت. بعدم هیکل لشش رو از روی من برداشت، رفت تو سالن یک گوشه کپید. انقدر خورده بود که صدای خورناسش تا سر کوچه میرفت. اینجوری زندگی من با شوهر دومم شروع شد. مجید هر روز میومد پیشم. کسی از خانوادش نمیدونست من سیغش شدم. یک مغازه داشت. صبح یک سر میزد کارا رو راه مینداخت و سفارش‌های لازم رو به شاگرداش میکرد و بعدش هم میومد پیش من تا نهار و بعد از ظهر میرفت خونه خودشون. دوباره عصری میومد و تا 9-10 شب پیش من بود. خونه رو خیلی نزدیک مغازه گرفته بود. اگه کسی میومد سراغش 5 دقیقه خودشو میرسون. به غیر از همون روز اول که اذیتم کرد، دیگه سعی میکرد ملاحظه‌م کنه و مهربون باشه. ولی تو مسائل جنسی سیری ناپذیر بود. هر روز با یک لباس خواب جدید میومد. مجبورم میکرد بپوشم. فانتزی های رابطش خیلی زیاد بود. همه رو هم روی من امتحان میکرد. فقط خوبیش این بود که مواظب بود حامله نشم. اولا خیلی اذیت میشدم، ولی کم کم منم سرنوشتم و پذیرفتم و مجید رو قبول کردم. چاره دیگه ای نداشتم. به قول مامان خدا بیامرزم، آدم از تنهایی به گربه تو کوچش میگه بی بی. حکایت من بود. عموم گاهی میومد به هم سر میزد. گاهی هم با خاله هم تلفنی حرف میزدم. اونا از طلاقم و ازدواج دومم خبر نداشتن. فکر میکردن هنوز زن مهرانم. تنها دلخوشیم درس خوندن بود. غیر حضوری میخوندم. فقط میرفتم امتحان میدادم. 1 سالی شرایط همینطوری گذشت. مجید نمیذاشت تنها بیرون برم. از ترس اینکه کسی ما رو هم با هم نبینه به ندرت میرفتیم بیرون. کاملا دلمرده شده بودم. حتی دیگه به سرنوشت بدم هم فکر نمیکردم. فقط سعی میکردم زنده بمونم تا قاتل خانواده‌مو رو پیدا کنم. تمام شب خیال پردازی میکردم. اگه بفهمم کیه، چه جوری بکشمش. حتی وقتهایی که مجید با هم میخوابید من تمام فکرم انتقام از اون قاتل بود. هرچی زندگیم بهم بیشتر سخت میگرفت، عصبانیت من بیشتر میشد. یک روز خالم زنگ زد، گفت که عروسی دختر خالمه. اینا رو بیشتر از 2 سال بود که ندیده بودم. خیلی دلتنگشون بودم. خالم بوی مامانمو میداد. انقدر گریه کردم، اعتصاب غذا کردم. هر وقت مجید بهم دست میزد جیغ و داد میکردم. لباس خوابا رو پاره کردم که مجبور شد قبول کنه برم خونه خالم. با اخم و تخم بلیط اتوبوس گرفت. خودشم چک کرد که مرد پیشم نشینه. از اون برم سپردتم که خالم دم اتوبوس بیاد دنبالم. خالم اینا به مجید میگفتن آقا مهران. خونه خالم خیلی بهم خوش گذشت. کلی از فامیلای مامانمو دیدم که چند سال ندیده بودمشون. کوچکتر که بودم شباهتم به مامانم کمتر بود، اما الان بی نهایت شبیهش شده بودم. خیلی ها نرگس به اسم مامانم صدام می زدن. 1 هفته خونه خالم بودم. تو اون مدت که تو خونشون مرتب رفت و آمد بود، متوجه شدم هر جا میرم پسر خاله مامانم دنبالمه. میگفتن قبلا عاشق سینه چاک مامانم بوده، ولی بهش ندادنش. تا باهاش چشم تو چشم میشدم چشاش پر از اشک میشد. دلم براش سوخت. معلوم بود بعد این همه سال هنوز تو فکر مامانم بود. میخواستم 1 هفته دیگه بمونم که مجید انقدر غرغر کرد که با لب و لوچه آویزون راهی خونه شدم. معلوم بود که حسابی دلش برام تنگ شده. وقتی رسیدم خونه مثل پروانه دورم میچرخید. هرچی بیشتر محبت میکرد من ازش فراری تر میشدم. همیشه میگفتم خدای عاقبت زندگی منو با این مرد به خیر بگردون. 1-2 ماهی از مسافرتم گذشته بود که یک روز صبح نیومد. عصرم نیومد. فرداشم ازش خبری نشد. زنگ زدم مغازه، کسی بر نداشت. رفتم دم مغازش، دیدم پارچه سیاه زدن. کسب مرگش رو تسلیت گفتن. همونجا نشستم رو زمین. باورم نمیشد. بالاخره زنگ زدم. عموم رفت تحقیق کرد. فهمید صبح که از در خونه میاد بیرون 1 مینیبوس میزنه بهش. طرفم نگرفته بودن. فرار کرده بود. مجید در جا کشته شده بود. عموم سراسیمه اومد، تمام وسایلم رو جمع کردیم. فقط چیزایی که مجید خریده بود و گذاشتیم. تمام مدارکم از بین بردیم که کی تو این خونه با مجید بوده. عموم کلید و آدرس رو داد دست 1 نفر مطمئن، سفارش کرد بدون اینکه کسی متوجه بشه این کلید و آدرس رو بده بابای مجید. خودم هم درست نمیدونستم نسبت
به مرگ مجید چه احساسی دارم. هم خوشحال بودم هم ناراحت. بالاخره تو اون مدت بهش عادت کرده بودم. برای بچه‌هاشم خیلی ناراحت بودم. یاد بدبختی خودم میافتادم. از طرفی هم میگفتم راحت شدم. غافل از اینکه سرنوشت برام چی رقم زده بود. وقتی مجید مرد نزدیک 15 سالم بود. رفتم خونه عموم ولی خیلی معذب بودم. فهمیدم که عموم گفته من این مدت همدم یک خانم مسن بودم که الان به خاطر مریضی بیمارستانه. پسر عموم 12 ساله بود ولی نمیدونم چرا عموم فکر میکرد من میخوام بخورمش. زن عموم که جوری با هم رفتار میکرد انگار جزام دارم. همش میگفت ایشالله خانم زودتر خوب شه برگردی. یا اینکه نمیشد تو بیمارستان همراش بمونی. دیدم خیلی وضع خرابه. گفتم بساطمو جمع کنم برم پیش خالم که سر و کله مصطفی پیدا شد. اومد از عموم به طور خصوصی در کمال تعجب ازم خواستگاری کرد. عمومم از خدا خواسته بله رو داد. از منم هیچی نپرسید. مصطفی فقط شرط و پی کرد کسی از فامیل چیزی ندونه. گفت آبروریزیه چون مادرمو میخواسته حالا اومده دخترش رو بگیره. عمومم قبول کرد. حتی به زن عمومم چیزی نگفت. بهش گفت اون خانم مسنه آمده خونه. زن عمومم که فقط براش مهم بود از دستم خلاص بشه هیچی دیگه نپرسید. مصطفی حتی صبر نکرد عدم تموم شه. همینطوری دستمو گرفت و برد. گفت خودم سیغه رو میخونم. نسبت بهش اصلا حس خوبی نداشتم. به نظرم غیر عادی میومد. مخصوصا که تا خونه عموم اومدیم بیرون به من گفت نرگس منو به اسم مامانم صدا میکرد. تا بهش گفتم لطفاً منو به این اسم صدا نکنید تو ماشینش جوری دستمو گرفت فشار داد که صدای استخونامو شنیدم. ولی تو خیالاتش منو نرگس میدید. خیلی مهربون میشد. ولی تا حرف از سما میزدم دیوونه و وحشی میشد. منم دیگه از ترسم لال شدم. حرف نزدم. با ماشین زد به جاده. چند بار تو راه نگه داشت. خواستم از ماشین پیاده بشم فرار کنم. دیدم هم دستگیره در رو در آورده هم پنجره رو. همونجا حساب کار دستم اومد. حوصله کتک خوردن بی خود نداشتم. مچ دستم ورم کرده بود. دیدم حریف این دیوونه نمیشم. موزم رو عوض کردم. خیلی نرم و با اشوه پرسیدم پسر خاله منو کجا داری میبری؟ نگم براتون که چه قش و ضعفی کرد. گل از گلش شکفت و نطقش باز شد. گفت باغ آقا جون اونجا رو برات آماده کردم. هیچکی پیدامون نمیکنه. بعدم شروع کرد به مرور خاطرات بچگیش با مامانم. میدونستم بابا بزرگ مامان بزرگم یک باغ 1000 هکتاری تو حاشیه یکی از شهرستان ها داره. از اون باغ‌ها که دور و برش کلاً بیابونه. وقتی رسیدیم اونجا شب شده بود. کلبه خراب ته باغ حسابی تعمیر شده بود. تمام وسایل راحتیمو ریخته بود توش. برای خودش کلبه عشق ساخته بود. ولی در کلبه و پنجره ها حصار آهنی داشت. هر وقت از باغ میرفت بیرون منو اونجا زندانی میکرد. همون شب منو کشید تو رخت خوابش. نه مقاومت نه زبون خوش. هیچ کدام روش اثر نداشت. منم ترجیح میدادم باهاش راه بیام تا خشونتشو کمتر کنه. واقعا حالم ازش به هم میخورد. بار اول همونجا رو رخت خواب بالا آوردم. جوری شده بود که میگفتم کاش مجید نمرده بود. فقط خوبش این بود تو بند و بساطم از سرزندگی با مجید چند بسته قرص ضد بارداری داشتم. یواشکی میخوردم که نفهمه. وگرنه خودش که اصلا رعایت نمیکرد. 2-3 ماهی اسیر دستش بودم. هیچ جا نمیرفت. تو باغم 1-2 ساعت فقط وقت میگذرون. بقیهش همش فر دل من بود. یک لحظه چشم ازم بر نمیداشت. مردک روانی عاشق پیشه روزی چند بار نزدیکی میخواست. بقیهش هم توقع داشت همش به بوس و بغل و معاشقه بگذره. شبها در اتاق باز میکرد. منو میآورد بیرون پای هر درختی. هر شب برنامه داشتیم. میگفت تو تمام این سالها پای این درخت ها نشستم. به تو فکر کردم. حالا میخوام شاهد باشن که به تو رسیدم. کارم نمیکرد. نمیدونم از کجا میآورد میخوردیم. فقط گاهی در رو روی من میبست و چند ساعتی میرفت. دوباره برمیگشت. تنها کسی هم که میومد تو باغ یک کارگر افغانی بود که تو آبیاری به مصطفی کمک میکرد. منو از اون کارگرم مخفی میکرد. من از لای پنجره از دور دیده بودمش. جز اینها هفته 1 بار اجازه میداد زنگ بزنم عموم. خودشم مینشست جلوم که حرف اضافی نزنم. منم از ترسم بهبه و چهچه میکردم. عموی به غیرتم اصلا یک زحمت به خودش نمیداد بیاد سر بزنه. ببینه کجام، در چه حالم.
همینقدر که وبال گردنش نبودم راضی بود. هر 3-4 هفته هم یک بار زنگ کوتاه به خاله هام می زدم. گفته بودم عموم سپردتم دست یک خانم مسن. اونا هم خیلی پیگیر نبودن. همه می ترسیدن زیاد از حالم بپرسن. من بیفتم گردنشون. کم کم شروع کرده بود به قرص مصرف کردن. از نظر جسمی کم آورده بود. دیگه بدنش نمی کشید با من چند بار در روز بخوابه. ولی روحش سیری ناپذیر بود. کم کم مصرف بالای قرصا داشت کار دستش میداد. لاغر شده بود. لرزش دست هم گرفته بود. دیگه قرص ها رو با مشروب میخورد. یک شب بد جوری مست کرد. منو برده بود ته باغ. زیر یک درخت دستامو بسته بود به یک درخت و مشغول بود. این فانتزی مورد علاقش بود. وسط کار یهو گفت نرگس، بهترین کاری که کردم این بود که اون شب اون شوهر بی غیرت تو کشیدم بالای دار و از دستش خلاص شدیم. ولی هنوز ازت دلخورم. خیلی جیغ جیغ کردی. مجبورم کردی با چاقو بزنمت. ماها داشتم دیوونه می شدم. فکر می کردم مردی. ولی بعد دیدم برگشتی. خیلی خوشحال شدم. اون شوهر دوم بی غیرتتم با مینیبوس زیر گرفتم. خیالم راحت شد. اگر 1000 نفرم بیان بینمون بازم میکشمشون. تو این سالها هم که نیامده بودم سراغت، آقا جونم تو این باغ نگهم داشته بود. نمیذاش بیام بیرون پیشت. آخرش اونم پرت کردم تو استخر آبیاری تا از دستش راحت بشم. این حرفا رو با نفسهای بریده بریده در حالی میگفت که بدنش تو بدنم بود. یعنی من چه زجری کشیدم از اینکه قاتل پدر مادرم تو اون حال به من اعتراف کرد. نه جیغ زدم نه اعتراض کردم. شوکه شده بودم. زبونم مثل یک تیکه سنگ چسبیده بود ته حلقم. فقط تنها سوال تو ذهنم این بود مگه من چه کار کردم که مستحق این همه شکنجه‌ام؟ همونجا بعد کارش یک حالتی مثل تشنج بهش دست داد. رعشه گرفت. پخش زمین شد. خوابش برد. منم دست بسته به درخت موندم. خیلی جون کندم تا بیحالی و اثر قرص ها نرفته دستامو باز کنم و همونجا جونشو بگیرم. ولی لعنتی یک جوری دستامو بسته بود که هیچ جوری باز نشد. اینقدر کشیدم دستام زخم شد. بدتر طناب دور مچم سفت‌تر شد. تا صبح 1000 جور نقشه کشیدم که چه جوری انتقام بگیرم. نزدیکای صبح بود که به حال اومد. دستامو که باز کرد دید زخم و کبود شده. با یک حالت مشکوک پرسید میخواستی فرار کنی؟ گفتم نه، تو تشنج کردی، میخواستم کمکت کنم. خیلی ترسیده بودم. فکر کردم چیزیت شده. یکم راضی شد ولی هنوز مشکوک بود. باهاش مهربون بودم که شکش بره. خدا رو شکر هیچی از دیشب یادش نبود. منم با قدرت روحی عجیبی اون وضع رو تحمل میکردم و به روی خودم نمی آوردم. با اینکه از نظر جسمی ضعیف شده بود ولی زورش 2 برابر من بود. نمیتونستم بهش حمله کنم. هیچ ماده سمی نداشتم که مسمومش کنم و خوابش بی نهایت سبک بود. تو خوابم نمیتونستم کاری از پیش ببرم. با هر تکونی بیدار میشد. فقط هم امیدم به این بود که دوباره بعد یک رابطه تشنج کنه و بیهوش بیفته. از شانس من با اینکه مرتب دارو مصرف میکرد و با هم میخوابید هیچ چیش نشد. 1 هفته صبر کردم تا اینکه یک روز گفت پمپ آب خراب شده، تو رودخونه کفکش انداخته بود، با اون استخر آبیاری و پر میکرد. جعبه ابزار رو برداشت بره درستش کنه. یک جرقه زد تو ذهنم. شاید تو باغ موقع کار دستم بازتر بود برای انتقام. با التماس گفتم منم ببر با خودت. کار طولانی بشه تو اتاق دق میکنم. اول گفت نه، در و بس رفت. ولی نیم ساعت بعد برگشت گفت دلم نیومد، بیا بریم. رفتم نشستم روی یک بلوک سیمانی. کار کردنش رو نگاه کردم. تمام حواسم به نقشه کشیدن بود. اونم همینطوری با موتور ور میرفت. فراجی میکرد. آخره کارش بود. برای امتحان رفت فیوز برقو که قطع کرده بود زد. امتحان کرد. دوباره خاموشش کرد. سریع فهمیدم چه کار کنم. دمپایی هامو در آوردم. تو دلم هم کلی دعا کردم که خدایا قصاص حق منه. کمکم کن تا پشتشو کرد به من. پا برهنه پاورچین رفتم سراغ فیوز. حدود 100 متر فاصله داشتم باهاش. بدون اینکه بفهمه خودم رسوندم. انگشتم آماده گذاشتم رو دکمه که تا دست زد به سیم فشار بدم. حتی نفسم نمیکشیدم. اگر موفق نمی شدم همونجا تو همون باغ دخلمو می آورد. ولی خوشبختانه قشنگ دستشو کرد لای سیمهای لخت.
بدون لحظه ای مکث یا پشیمانی دکمه رو زدم و وایسادم برق گرفتنش رو نگاه کردم. بعدم همونجا جنازش رو ول کردم رفتم تو خونه. ساعتها نشستم و با خودم بلند بلند حرف زدم. دلم میخواست خودم رو خلاص کنم و برم پیش مامان بابام ولی نتونستم. همش فکر میکردم اونا بهشتن و من صاف میرم جهنم. از حال اون روزم زیاد یادم نمیاد. تو یک حالت شوک و خلسه بودم. ولی فردا صبحش با اولین نور خورشید خودم رو جمع و جور کردم و پا شدم. تمام وسایلم رو برداشتم. چیزی زیادی نداشتم. تمام آثار وجودم تو اون خونه رو پاک کردم. هرچی پول پیدا کردم برداشتم و زدم بیرون. میدونستم حدود ظهر کارگر افغانی میاد مصطفی رو پیدا میکنه. صبح خیلی زود بود. پرنده پر نمیزد. آروم آروم تو کوچه باغ‌ها برای خودم قدم زنون میرفتم. اینقدر راه رفتم تا روحم سبک شد. سر جاده پریدم تو یک مینیبوس و رفتم شهر. اول از همه زنگ زدم به عموم. بهش گفتم مصطفی رو برق گرفت مرد. منم از باغ در رفتم. گفت ای بابا تو چه اقبالی داری؟ گفتم آره بدترین بد اقبالیم اینه که تو شدی عمو و سرپرستم. بهش گفتم کسی از بودن من با مصطفی جز تو خبر نداشت. به کسی چیزی نگو. برام شر میشه. میرم دنبال زندگی. تلفن رو گذاشتم. حاضر نبودم برگردم پیش عموم. باز بدتم دست یک روانی دیگه. تو خیابونم که نمیتونستم بمونم. پول داشتم ولی نمیتونستم به میراثم تا 18 سالگی دست بزنم. عموم سرپرستم بود. یکم فکر کردم. تنها راه این بود که برای خودم خیلی سریع یک خونه و شوهر جدید جور کنم. ولی این بار به میل خودم. فقط یک جایی رو میخواستم که تا 3 سال که به سن قانونی برسم سر کنم. بابام یک نوه عمو داشت. یک مرد 50 ساله. خیلی پولدار بود. کارخونه داشت. زنش چند سالی بود مرده بود. بچه هاشم بزرگ بودن. مرد خوب و خیری بود. فقط تنها اشکالش این بود که معروف بود به اینکه چند تا صیغه ای داره. کلا خانم باز بود. یک بلیط اتوبوس گرفتم راهی شهرش شدم. وقتی رسیدم پرسون کارخونه‌ش رو پیدا کردم. ولی تیپ و قیافه و لباسم خیلی داغون بود. با تهمونده پولام یک شلوار تنگ، یکم لوازم آرایش خریدم و رفتم تو توالت پارک تا جایی که میشد به خودم رسیدم. تو این 1 سالی که زن مجید بودم خود یاد گرفته بودم چجوری آرایش کنم. به هر ترتیبی بود خودم رو رسوندم به حشمت خان. همه به این استداش میکردن. رفتم تو دفترش و خودم رو معرفی کردم. کلی تحویل گرفت و یاد مامان بابام کرد. اولش خیلی به هم دقت نکرد. سرش تو کار خودش بود. گفت چه کاری از دستم برمیاد دخترم؟ گفتم خونه عموم زیادیم. عموم چون 1 بار ازدواج کردم نگهم نمیداره. تو این سالها پیش یک خانم مسنی بودم. اونم فوت کرد. نمیدونم بی جا و مکان چه کار کنم. عصبانی شد گفت من با عموت حرف میزنم. دیدم اصلا تو باغ نیست. نقشم داره خراب میشه. تا گوشی و برداشت زنگ بزنه پریدم دستم و گذاشتم روی دستش و گفتم نه تو رو خدا من اونجا دیگه نمیرم. بعدا نشستم روی صندلی و زدم زیر گریه. موقع گریه هم خیلی ریز مانتومو زدم کنار. پاهامو تو شلوار تنگ براش نمایش دادم. تازه نظرش به هم جلب شد و تو صورتم نگاه کرد. بعد از بودن با 2 تا مرد سنبالا بلد بودم چجوری تحریکش کنم. اینقدر موقع گریه ادا اطفال در آوردم که نفسش گرفت. دهنش خوش شده بود حسابی. اومد نشست کنارم. دستمو گرفت و دلداریم داد. شروع کرد پشتمو نوازش کردن که مثلا گریم بهم بیاد. منم مشغول اشک تمساح ریختن بودم و گذاشتم راحت باشه. نتیجه این شد که شب از تو یک آپارتمان مبله سر آوردم. اولش گفت اینجا مال یکی از رفیقامه. بعداً فهمیدم خونه مجردی خودشه که دور از چش بچه‌هاش خانوما رو میاره اینجا. 1-2 روز اول 2 دل بود. به هم دست بزنه یا نه. آخرش نتونست تحمل کنه و اومد سراغم. منم اینقدر خودم و وحشت زده و مرد ندیده نشون دادم که حسابی مشتاق شد. گفتم فقط 1 بار مهران پیشم خوابیده. بعدم که طلاقم داده. نقشه‌های کثیفی که براش بازی کردم جواب داد و 3-4 سالی تو ناز و نعمت زندگی کردم. هم درسمو خوندم، هم امنیت و آسایش داشتم. مرد خیلی خوبی بود. هفته چند شب می اومد پیشم. مهربون بود. اذیتم نمی‌کرد. منم به عنوان یک دوستش داشتم. هیچ وقت به پر و پاش نپیچیدم. اگر می اومد پیشم استقبال می‌کردم. نمی اومد نمی‌پرسیدم کجا بودی.
دلم فقط آرامش میخواست. فقط قسمت سخت ماجرا همخوابی باهاش بود که اونم بعد از خوابیدن پیش قاتل خانوادم هیچ بود. تو این سالها درس خوندم. خانواده مادریم فکر میکردن هنوز همدم اون خانم پیرم. عموم فقط میدونست کجام. زنش هم واقعیت رو نمیدونست. حشمت خان کمکم کرد ارسیم رو از حلقوم عموم کشید بیرون. زمینم رو فروخت و یک خونه کوچولو برام گرفت. با پولهای نقدم یک کاری راه انداخت که ماه به ماه سودشو بگیرم و زندگیمو رو به راه کرد. ولی دقیقاً تو تولد 19 سالگیم بهم گفت دیگه منو نمیخواد. بهم گفت برم پی زندگیم. بچه‌هاش رفته بودن خارج. میخواست نصف سالو بره پیششون. بهم گفت جوونم، هنوز آینده دارم. به زور بردتم، پردمو ترمیم کرد و کلی هم خرج کرد و آشنا زیاد داشت. اسم مهران هم از تو شناسنامه‌ام برداشت و گفت این بار بگرد عشق تو پیدا کن. یک خانواده بساز مثل پدر و مادرت.